بیش از 20,000 نفر ساکنان شهر خوجند بوستانی با مناسبت 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آغاز کار اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی روغن از مجمع دولتی استقلال طریق خیابان اسماعیل سامانی تا صحنه تئاتر کمال خوجند راهپیمایی نمودند. اشتراکداران راهپیمایی تحت شعارهای مبارک باد پیروزی نور بر ظلمات، مبارک باد بنیاد روغن بر ملت نورآفری تاجیک، مبارک باد پیروزی روغن با سروری جانثار دولت، مبارک باد فرح نور و صفای روشنی با مردم نیکمنش تاجیک، نورباران باد زندگی خلق نیکومنش ما با پیشوای خود افتخار داریم و غیرها با سرور و شادمانی اظهار خوشنودی کردند. اکثریت اشتراکچیان راهپیمایی جوانان بودند و اظهار داشتند که استقلالیت نشان آزادی و هویت ملی و مایه افتخار هر یک صاحب وطن، رمز سعادت و شرط اساسی بقای ملت و دولت تاجیکان می باشد. صلح و ثبات و وحدت ملی برای تاجیکان همچون ارزش‌های بسیار عزیز و مقدس اهمیت کلیدی دارند و حفظ و تحکیم آنها وظیفه جانب و ایمانی هر یک شهروند با ننگ و ناموس تاجیکستان محسوب می‌یابد. نائل گشتن با صلح و ثبات و وحدت ملی یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلالیت به شمار می رود. راهپیمایی اشتراکچیان تا نزد تئاتر به نام کمال خوجندی مرکزی ولایت ادامه یافت. همه تاجیکستان و تاجیکستانیان و تماما ملت تاجیک امروز در تمام دنیا کار و فعالیت و زندگی می‌نمایند. بسیار یک روز خاطرمان و فراموش نشونده است، زیرا در این روز عرفه 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شدن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی روغن این یک فعل نیک میباشد. به استفاده دادن شدن نیروگاه اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی روغن میتواند یک تکان جدی به ترقیات این تاجیکستان صاحب استقلال که زیر راهبری سروری عاقل و دانا پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان کار و فعالیت داشته باشد، زیرا نیروگاه برقی آبی روغن را همچون انشاءات عصر و یکی از انشاءات‌های عظیم در آسیای مرکزی و تمام جهان می‌دانند. یکمین اگریگات نیروگاه برقی آبی روغن در سنه 16 نوامبر سال 2018 گشوده شده بود. اکنون نیز ما باز با آن رسیدیم که دوم اگریگات نیروگاه برقی آبی روغن را گشودیم و این هم از کوشش خلق و از کوشش پیشوای ملت میباشد. واقعا هم بنیادکاری‌های روغن نمونه عبرت بوده، سبقه بی‌مثل به هر شهروند بخصوص جوانان میدهد. در صحنه تئاتر کمال خوجندی چهاربینی با شکوه با اشتراک رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده و معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی برگزار گشت. ذکر گردید که تمام دستاوردهای دوران استقلالیت دولتی، استقرار صلح و وحدت ملی، تحولات عظیم سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت، توجه پیوسته به ساحه‌های حیاتاً مهم، معارف و تندرستی پیوسته به فعالیت سازنده و خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان ربط دارند. حاضرین گرامی، روغن تجسمگر رمز آرمان‌های بزرگ و آرزوهای نجیب خلق تاجیک است. از این را بخشیده به کار آغاز نمودن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی روغن و به افتخار 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز با اشتراک هزارها نفر ساکنان شهر، کارمندان کسب و کار گوناگون، محصلین دانشکده و دانشگاه‌های عالی و میانه مخصوص راهپیمایی کرده شد. خوشنودی و پشتیبانی خود را از سیاست دوربینانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت بیان نمودند. معاون رئیس ولایت زینور عظیمی پیام تبریکاتی رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت را به سمع حاضرین رسانیده همگان را با جشن عمومی ملی و افتتاح چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن تهنیت گفت. در ادامه برنامه رنگین کنسرتی از جانب صنعتکاران و معرفی برند شرکت آبهای تشنه‌شکن سیوما که به تازگی از جانب پیشوای ملت در پایتخت کشور افتتاح یافت برگزار گردید. رستم بیک احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاهی دیار.